سلام خدمت بربکس یوتیوب. اینجا امروز با بازی پرسپولیس تهران شمس آذر قزوین هفته نمیدونم چندم لیگ ایران بریم بی مطلی بازی رو داشته باشیم. پرسپولیس با عثمان ویرا باید برنده این بازی باشه. عثمان خیلی مربی خوبیه، خیلی هم میتونه پرسپولیس کمک کنه. خستم زیاد. تو مدل ترکیب چیدن رو ببین، آلیشا رو گذاشته، علیپور رو گذاشته، اورونوف رو گذاشته، محمد امینی رو گذاشته. من سرمربی پرسپولیس دقیقاً همینا رو میذارم. سروش و خداوندلو هم پشتش. بوم. دقیقه 5 ضربه کرنل برای بچه‌های شمس آذر. تیر دروازه. نه مرسی نیازمند. مرسی یا علی نیازمند شیر بچه. چقدر خوب پیام نیازمند. یک تیم ملی باشه. حاجی چه توپایی رو گرفت. عالی لایو بس. پشت دفاع برو. محمد عمری تو سر توپ. پنالتی. مطمئنی پنالتی نبود آقای داور. دوباره بده بیرون علیپور. بده سری دیگه، چقدر وای میسی. سروش بیا این ور. محمد امیر بکش تو. بزن سرو. مرداد برگشت. سروش رفی. گل اول پرسپولیس. سروش رفی دوباره 2 هفته پیاپی داره گل میزنه. پرسپولیس تهران 1 شمس آذر قزوین 0. دقیقه 10 بازی. نریزا راحت نریزا. بیا مرسی مرداد. گله؟ هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. گله واقعا. صحنه آسه لطفا. خیلی مسخره. حاجی دفاع کو؟ دفاع پرسپولیس کجاه؟ چرا 3 نفر به 1 نفر اونجا وایستادن تو 6 قدم؟ مثلا خیلی عجیبه. سوتیه اورونوف وای تیر دروازه. اورونوف چقدر خوبه این اورونوف. مرسی سروش چه پاسی. میلاد بریز. علیپور بزن بکار. علیپور خیلی دیر میکاری. حالا کاری ندارم محمد عمری جامون، ولی خیلی دیر میکاری. مرسی دوستان. نیمه اول بازی تمام شد. میریم با نیمه دوم. در خدمت شما هستیم. سلام به بربکس. اومدیم با نیمه دوم پرسپولیس شمس آذر. یکم صدام گرفته، حالم بده و ریزم، ولی خب همراهتونیم. بریم که نیمه دوم با هم داشته باشیم. دقیقه 52 شجاعیان. دقیقه 54 بازی داره حرکت میکنه. پنالتی متاسفانه برای شمس آذر. داور اعتقادی فعلا نداشت. صحنه رو ببینیم. پنالتی بود، خدایی پنالتی بود. من پرسپولیسی هم، ولی اینو باید پنالتی بگیره. ببینم پاشو جلوش گذاشت. نه نمیدونم. کورنل. داور پنالتی نگرفت. ایتس اوکی، مشکلی نیست. پنالتی در کار نبود مثل اینکه. اورونوف با چپ. مرسی پسر. وای چرخش بد محمد عمری. دوباره بیرون. بزن. گل رفت تو دروازه. گله، اولی گله. اورونوف بزن گل. مرسی پسر. استون اورونوف. دقیقه 73 پرسپولیس 2 شمس آذر 1. همون اولی ولی گل بود. تو آخر رد شد. پرسپولیس از زمانی که ویرا اومده قشنگ تجربهش انگار بالاتر رفته. بچه‌ها میدونن چجوری باید تو زمین بازی کنن. تکلیفشون با خودشون مشخصه. 80 بازی پرسپولیس کاملا. مرسی اورونوف.
ای بابا یه پا دو پاش نگرفت. بگیر مرسی. همونجا خود اورلانوف جبران. علیپور بزن سه جفت. چه چرخشی. هیچی خطا نبود. خیلی زاکس خودش افتاد. ماشاءالله. مرداد بیا. مرداد را بنداز. مرسی. علیپور مرسی. پاس بزن. فرشاد احمدزاده. تیتاپ عزیز. گل سوم پرسپولیس به شمس آذر. چه میکنه این تیم. چقدر خوبه توی از دفاع به حمله آوردن واقعا. مرسی پرسپولیس. آجی خطی که اصلا این خطی که کشیده که آفساید نیست. این خط اینجوری آفساید در نمیاد. چجوری آفسایدش گرفتید؟ ولش کن. وای چه شوتی زد سورگی شمس آذر. مرسی پسر. مرسی. این شوت قشنگ منش میگم. این شوتش واقعا ناز بود. و بله بعد 100 دقیقه بازی بین پرسپولیس و شمس آذر پرسپولیس موفق شد 2-1 شمس آذر رو شکست بده و بتونه تو جدول یه صعودی کنه بالاتر بیاد. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. دوست داشتین ویدیو رو لایک، کامنت، ساب یادتون نره، زنگوله هم بزنید. تا یه ویدیو دیگه بدرود.